سیر طبیعی بهبود دید بعد از لازک PRK یا ترانس PRK به چه صورت هست؟ خب بعد از این اعمال بلافاصله بعد از عمل فرد دید کاملا خوبی داره، تقریبا دید 90% عینکشو داره و به راحتی میتونه چیزهای دور رو بدون عینک ببینه. اما این دیدش آروم آروم طی 3-4 روز آینده با بهبود لایه سطحی قرنیه یا اپیتلیوم که از دور بهبود پیدا میکنه، دید آروم آروم یک مقدار تار میشه. تا روز 3 تا 5 دید فرد یک مقدار تار میشه و جای نگرانی نیست، چون آخرین قسمتی که از قرنیه که ترمیم میشه دقیقاً مرکز دید هست و همینطور که از دور داره ترمیم میشه و اپیتلیوم میاد در مرکز دید رو میخواد ترمیم کنه، قسمت مرکزی بعد از 3-4-5 روز تار خواهد شد که جای نگرانی نیست. زمانی که ما لنز رو برمیداریم از اون موقع دید شروع میکنه به بهتر شدن که بهتر شدن دید حدوداً 1 هفته تا 1 ماه، گهگاه 2 ماه و ندرتاً تا 6 ماه ممکنه طول بکشه که دید فرد خوب بشه. خب بعضی وقتا افراد خشکی چشم دارن که این زمان حتی ممکنه که تا 12 ماه هم افزایش پیدا کنه. نمره های پایین تر اتفاقاً بهبود دیدشون کمتر هست در لازک PRK و ترانس PRK. پس جای نگرانی نیست اگر نمره چشمتون کم هست و این اعمال روی چشمتون انجام شده، در نظر داشته باشید که ممکنه بهبود دیدتون یک مقدار طولانی تر باشه. سیر